درود به همگی، خوش اومد به ویدیو خودتون. امروز اومدیم آموزش نصب مادهای هرتز و فایرون و شرکت پارادوکس رو بهتون یاد بدیم. مادی که من دانلود کردم فیس مپ هستش و روی نقشه تاثیر داره. حالا مادهای مختلف هم میتونید امتحان کنید. ما اینو از زیپ در میاریم، استخراجش میکنیم و اکسترکت میکنیم. حالا یا جای دیگه یا همینجا میکنم. دوتا فایل میده، این دوتا فایل رو باید کپی کنیم. وقتی کپی کردیم بعد انتقال بدیم به بخش داکیومنت، پارادوکس اینتراکتیو و به پوشه مود. اگر پوشه مود رو ندارید نیو رو بزنید، کلیک راست کنید، فولدرش رو بسازید و اسمش رو بذارید ماد. حالا ما حذفش میکنیم اینو و اینجا ما قبلا گذاشتم. خب فایل اصلی رو میبینید با این حالا مانند مدیایی که اینجاست دات مود آخرش داره. روی این کلیک راست میکنید، اوپن رو میزنید و نوت پد رو میزنید. اگر ندارید چوز انادر اپ رو بزنید. حالا اون نوت پد اینجا این ماد واسه ورژن قدیمی تره، ولی خب چون واسه نقشه است ایرادی نره، ولی مادای دیگه حتما باید مخصوص اون ورژن رو دانلود کنید. مثلا 1.16 نمیتونید 1.15 رو بریزید روش. اگه مثلا 1.16 و 1 بود، چون 1.16 بودید میتونید. حالا من 1.16 صفر هستم، تازه آپدیت کردم. مادای قبلی واسه 1.15 است، بالا نمیاد، کرش میمونه اکثرا. در میزنید، سیو میزنید و روی بازی اصلیتون کلیک راست میکنید. خب اینجا فایل براوزر رو میزنید. اگر مشکلی داشتید کلیک راست کنید، ران ادمنستریتور رو بزنید. خب این فایل باز شد. مهمترین چیز اینجا شما ماد میریزید ولی میرید داخل بازی بالا نمیاد. این پلیلیستتونه. من یه پلیلیست دارم A که این مادا روشه که واسه ورژن قبلی واسه همین ارور داده، آپدیت کردم به تازگی و باید پلیلیستتون رو تنظیم کنید روی بازی تا وقتی بالا میاد اون مادتون بالا بیاد. حالا من فیس مپ رو ریختم اینجا میدونی اروری نداره. اینجا میزنی اد نیو پلیلیست یا مثلا میزید مل یا هر چیزی دیگه میسازید. خودش الان یه صفحه رو واسه باز میکنه. اد مود رو میزنید، مودی که میخواید رو اضافه میکنید. خب الان اضافه شد. شما حتما باید روی هوم بزنید. من میبینم ما بازی پلی کنم هیچی بالا نمیاد. اگر بزن رو پلیلیست مل این بازی بالا میاد، این مود بالا میاد. منظورم میبینید که رو پلیلیست مله. اینجا میتونید غیر فعالش کنید یا حذفش کنید کلا. اینجا که تنظیمات کنید. حالا میتونید از همینجا بازی شروع کنید یا بیاید بیرون. حالا از مثل حالت عادی شروع کنید. و اینکه اگر ماد ریختید سیوهای قبلیتون اصلا بالا نیارید، چون اکثرا باید میشه کرش کنه بازیتون مشکل باره. من بازی رو باز میکنم و بهتون نشون میدم. البته این مادی که من ریختم بیشتر برای اینکه لگ نگیره بازی و بهتر اجرا بشه یا یکم نقشش خیلی خوشگل‌تر میشه. شبیه ماد جنگ سرده. اینا توی کانالم گذاشتم، داخل پست های چنل برید ببینید. اولین پست آیدی کانالم هست که همین آیدی یوتیوب. خب اینجا الان بازی بالا اومده، نیو گیم رو میزنیم. حالا این مود میتونیم بازی قبلی رو مودای سیوهای قبلی رو برید. اینجا حالا یک کشور انتخاب میکنید. حالا ما ایران میزنیم. میبینید اینجا نقشه یکم تغییر کرده و بازی هم سبک‌تر شده هم زیباتر. هر ارور دیگه هم داشتید داخل کامنت ها بگید، من راهنماییتون میکنم. با این روش های اصلا به هیچ مشکلی نمیخورید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.